کلاس صبح تعطیل ها. این شما و اینم آقا مهدی گل ما که داره برای تاریخی ترین دیت زندگیش آماده میشه. مهدی جون سوالتو برامون بگو. دیت نه قرار. بریم نظر آقا مهندس رو بشنویم. مهندس جون آقا نظرتو بگو چی میشه آخر، میگه یا نمیگه؟ ببین من با فکت صحبت میکنم طبق نظر مخاطبینم که میگن قطعاً میگه. نمیگه. میگه آقا نمیگه. آقا میگم میگه. نمیگه عزیزم. آقای محترم جهت ثبت در تاریخ باید اینجا رو نگاه کنید. آقا بین اون همه جمعیت نمیتونه بگه. اگرم بگه تو دلش میگه. ولی من مطمئنم میگه. آقا نمیگه. میگه. آقا شرط سر نهار فردا سلفا. آخ جون فردا جوجه است. ببین داری شرط ها. مرد و حرف تمام داره ثبت میشه. ببین مهدی دلم میخواد همون طوری که خودت مهدی جون یه سلام بکن به دوربین ببینم صدات چطوره. مهدی هولیا تو هم با شما حرف میزنم. اون چیه میخوای بپوشی؟ خوبه دیگه. خوبه. مگه داری میری برف بازی؟ آبروی دانشگاه میبره. حالا خودم بپوش. عروسی پسر خالم گرفت. شانس آوردیم ما امروز شیفت نرفتیم. خوب دی. خوب بست. حاجی خیلی خوب شدم ما. چیزی نزدی؟ مهدی سر حرفی که زدی ما شرط بستیم ما. انتظارشو نداشتم. تون دو تف. اون عطر ویژه تو ببر. تون دو تف. برو بگیر. آقا این گرونه است. عالی. خب الان عطرم زد میخوام یک دور رو به دوربین با اعتماد به نفس بگی. برادر من آقای محترم اون همه آدم اونجا نشسته اون قدم راحت چرا علی که دارید سختش میکنید؟ کاری نداره. دوست دارم. کاری داشت؟ بین جمعیت برو که الان سرویس دیر میشه. متی اگه نشد بنویس رو پلاکارد بگی دسته. خدا رو چه دیدی؟ شاید جوابت هم داد. مهدی جان آقا مهدی دیگه ببینم چی کار میکنی. لفظ اومدی ها. میگم. پیداش کردی جمعیت؟ آره. کجا؟ اون ردیف چرا حرف میزنی شما؟ نفر سوم. اون کت من نیست. آقا شما گفت یا نگو؟ میگه الان میگه. آقا نگیر حافظه گوشی پر میشه تموم شو. آقا یعنی چی؟ نگیر سر جوجه بس. آقا آقا تو بگیر تو کاری نباشه. نه دارم میگم نبی ساکت باشین. ببینیم جوابت میده. خوش به حالتون که بنده رو میبینید و دوست دارید. من شما رو نمیبینم اما دوستتون دارم.